فرانچسکو سالیسیو سکیاوی لکولر د پیمانگاه ایتالی بو لکولین سیاسی و نافدولتی لبون آلمانیا لگلمه برسکیاوی دما باش د ناوا دانستاندنان دا آلوزی درکتن اچو از باندوره لانجامان دگه Well, is still to be seen. بله هشت دوید چهاره کن چونکه اوتن در فتا ایکم بو که لسر همان ماسه دانیشند ناف همان جوره ده و لسر زحمتین و پروسه دیپلوماتی قصب کن و باغ برسوا کرد نخیره لیا کومدیتی اوه ایرانیان گلک هست کن کواف پروسه بردام بیدن و بگهیت انجام که باش و گنجای آنکو هندک آستنگ وکو پریو برنا تنگا و هرمزه پشتی کو لسوشال میدیا ترامپ راگ هاندی پیوسته هرمز بیت وکرن و نهت داخستن رنگ و همه باندور هبیتن ده پروسه دیپلوماتی ده و گرانکاری هبن ایرانیان جدسپیک و دخوازن بزلالی بیشن که دخوازن و تنگاوه بره و ببن لی اسواسا دبینم که او دخوازن باشه برسکیاوی ام دکارن بیشن که بسازگن آوان جوینان لسویس را اوروپا جید در ریکتن دا بشتاره؟ Well, Switzerland is traditionally a neutral. It's an European country, but it's a بله راست سوئیسرا او راست که ولاتک اوروپیا لیش درجه دیرو که ولاتک بیلان بوا و آلیگریا هیچ سیاست که درکی نکریه لوراجی از دبینم که اوروپا ناخوازه رولک ناوندی و گرنگ هبد ناو به پروسه دا اگرچه باندورا ویل سروانجی هیالی اوروپا دستپیکه و گوتیا که دخوازن خواهش وی شاری دور بخن و دستبردانه نکن لی رول یکتی اوروپا تنه دوی چنده دابوا که گرجان کم بکن و پشتوانیا دانستان نان کریه تنه او رولی وان بوا و اف دانستان نتنه بونده بونه که اف نگرانیان امنی نمینند ناورا واشنطن و تهران دا برسکیاوی بگشتی بو اوروپا مثلا هرمز و انرژی گرینگه اون باور دکن که ایدی هرمز تنگا با هرمز نبه پرسکریک بو انرژیه well, as you mentioned, Europe has a very the security of the Strait of Hormuz. وکا واس کری با اروپای آسایش تنگا و هرمز گلک یا گرنگه چونکو باندوره که مزن هیا لسر اروپای اروپا و آسیا زورترین باندورا هرمز یال سروان لوراجی هبونا تنگا و که آزاد یا هرمز دیگلک یا گرنگ بید با آسایش و با بازرگانی جبا اروپای لوراجی اروپای نشان ده که دخوازه بجدار بعد دا بینکرنا آزادی دریاگریه و پاراستنا آسایشا تنگا و هرمزه بریتانیا و فرانسا جی تی مکپیک اینایه دست پیش خریکا امریکیه دا کو او ارکه نها هنالوی نافچه که اروپا هم پریوت بتن بهستر بکند دریا سور و اقیانوس هندی دا کو کشیان بپارزن و هندک اپراسیونان بکن لتنگا با هرمزه اروپا چه بجاردین دن هنکو خوش باندورا نگاتیف یا هرمز رزگار بگه؟
Depending on the asset we are talking about, in terms of oil, they already shown some sort of لسر وی resilience, کلپلیت and مینید یا Qatar کو او itself ود allows گازن for بونو من النفت او گلک flexibility. So نفت what we don't هاوردت see کن from a certain area, اگر somehow, not تو only جوه somehow, but نافچه usually it could نفت be هاوردنه که ور efficient, نگری دکا be پیوسته produced by لنافچه اندن be ور offered by بگیری other countries. پیوسته لولات اندن دست For بینی example, in the North Africa, in the بونمونه Caucasus, لباکور افریقا or for the United لقوقاس States, including لامریکا itself. پیوسته لبان ولاتان حاول بدن While نفت a بدست different خوا fact بینن is the LNG, یان جی especially after the غازا introduction of the شلگیری بتایبەتی جی پشتی کو او قطبونا ده غاز اوروپا دا چه بوی بله. انها بله، بلان گلک زیادتری سپاس. پیوستی به غاز شلگیری هیا لو راجع اگر هرمز بیت داخستن دی بوانا بزحمت بیت گلک سپاس که مبرز فرانچسکو سالسیو سکیاوی لکولر ده پیمانگای ایتالیا بو لکولین ناف دولتی کل بونی گلمه بو